سلام، وقت بخیر خدمت شما همه همراهان عزیزم. لایو ترید امروز رو میخوایم شروع بکنیم روی اونس جهانی طلا تایم فریم 5 دقیقه. توی همین نقطه قیمتی 43.22 استراتژی معاملاتی من نقطه فروش صادر کرده و من به منظور کاهش قیمت از همین نقطه وارد معامله فروش میشم. استاپ معامله رو در نظر میگیرم و مثل همیشه در نهایت ریسک به ریوارد معامله دوستان دقیقاً طبق پلن طبق استراتژی باز شده. من نمیدونم این معامله بیاد استاپ بزنه یا اینکه بخواد بیاد تیپی 2 منو بده. من دقیقاً باید طبق استراتژی و طبق پلن وارد میشدم که شدم. معامله رو نگه میدارم که انشالله نتیجه رو با شما عزیزانم به اشتراک بذارم و همونطور هم که میبینید معامله کاملا شفاف روی حساب ریل انجام شده. من معامله رو نگه میدارم که انشالله نتیجه رو ببینیم چی میشه با هم دیگه. خب خدایا سجده به درگاه تیپی دوم معاملاتیمون تاچ شد و توی $730 سود همینجا معامله رو میبندم. خدایا شکرت. سودی که گرفتیم با دلار فعلی بخوای حساب کنی تقریبا میتونم بهتون بگم بالای 100 میلیون تومن سود میشه. توی تایم فریم 5 دقیقه معامله رو باز کردیم. کل تایم کاری من توی این معامله 10 دقیقه بود و توی 10 دقیقه 100 میلیون تومن سود خالص. بچه هایی که بازار فارکس کار میکنن دقیقاً الان متوجه حرف من و منظور من هستن. رفیق اگر بازار فارکس کار میکنی قدر خودت رو بدون، چون این عددا برای خیلیا قفله. واقعا خیلیا اصلا تو مخیلهشون نمی گنجه که توی 10 دقیقه بتونن یه همچون سودی رو کسب بکنن. این رو هم خدمتتون بگم دوستان، از جایی که معامله باز شد بالاخره بازار همیشه بالا و پایین داره. احتمال داره شما اصلا با استراتژی معاملاتیت معامله باز بکنی، معامله یه 10 پیپ 20 پیپ بره تا محدوده ضررت بره، بعد بخواد بره تیپی بده. اما انقدر این استراتژی ترید بانکی قویه که معمولا من از جایی که همیشه معامله باز میکنم یک ضرب از توی همونجا میرم توی سود. این نشون میده که استراتژی قویه. این نشون میده که این پلنی که من دارم روش کار میکنم پلن قوی و پرقدرتی هستش. انشالله که همیشه موفق و مؤید و پرسود باشید. تمام.